سلام علیکم دوستان عزیز، عبدالرحمن هستم از تشکیلات پیشرفت. ما این حال در شهر اصفهان قرار داریم در زواد خیشبراری و ما شرطنامه بستیم برای خریداری 220,000 غشت پخته که مقدار عمومی آنها 363,000 سوم را تشکیل می‌دهد و همه این غشت‌ها برای ساختمان آیله‌های ضرر دیده از مناقشه مرزی سفربر کرده می‌شود. السلام علیکم مردم و خواهران گرامی. الحمدلله برای مردم آسیب دیده که از طرف قرقیزا آسیب دیده بودند مبلغ جمع کرده بودیم و الحمدلله امروز کمک سر کردیم. یعنی حاضرش 220,000 کیرپیچ برای همون خانه هایی که ویران شدگی بود خریداری کردیم انشالله و باقی مانده مبلغی که هسته یا اینکه برده در دستی آیله میتیم یا اینکه یگان چیز دیگه شون ما خریداری میکنیم میبریم میتیم و انشالله که ویدیوی پورا به نزدیکی میبروید. الله جزای خیرتان تیه. تشکر زیاد. سلام علیکم. Куда же не думаю? Ну, громко не знаю,